با توجه به اینکه ما الان تو ایران هستیم و تو ورزشگاه نیستیم، به نظر من اخبار بدی هم منتقل نشده و رفتار میزبان قطعا خوب بوده که اتفاقی نیفتاده. 100% مردم ایران به خاطر ایران قطعا بیرون میان. بله، برای خوشحالی قطعا بیرون میان. علم مقابل دروازه در ادامه دیگه با این نه قطعا نه، بچه‌های ما خیلی خسته بودن از رفت و آمد و این قطعا باعث شد که نتونن اون موفقیتایی که باید به دست بیارن. من فکر کنم که ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که خوشحال باشیم، امیدوار باشیم، دعا بکنیم و منتظر باشیم که همه انرژی ما و همه دعای ما توی ساق پای اونا تجلی پیدا بکنه. مگه میشه شما از جایی که وطنت داره تلاش میکنه و موفق شده خوشحال نشید؟ من به شخصه از سمت خودم نظر میدم، بله من خوشحال میشم، با تمام وجود بالا میپرم، احساس غرور میکنم و امیدوارم که این اتفاق بیفته.